معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت که گفت و شنیدی بین روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ غالباً هیچ یکی از طرفها را قانع نخواهد کرد و هر گونه سازش صلح به احتمال غالب هم مسکو و هم کیف را ناراضی خواهد گذاشت. ما سعی داریم راه حل را یابیم که اوکراینی ها و روس ها بپذیرند و در یک صلح نسبی زندگی کنند و کشتار بس شود. این راه هیچ کس را نه چندان راضی می کند، ولی در نهایت روس ها و اوکراینی ها غالبا از آن خوشحال می شوند. به نظر من چنین مذاکرات به رهبری دونالد ترامپ ناممکن است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته گفت که روز 15 آگوست در ایالت آلاسکا با ولادیمیر پوتین همتای روسش درباره پایان دادن به جنگ در اوکراین گفتگو می‌کند. او افزود روسیه و اوکراین به یک سازش آتش‌بسی که به جنگ 3.5 ساله آنها پایان بدهد نزدیک شدند، ولی برای این اوکراین احتمالاً باید از قلمروهای زیادی خود دست کشد. اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 9 آگوست گفت کشورش طلبات قانونی اساسی را درباره تمامیت ارضی زیر پا نمی کند و اوکراینی ها زمین خود را به اشغالگران هدیه نمی دهند. جیمز دیوید وانس همچنین گفت که امریکا برای برگزار کردن مذاکرات سه جانبه بین ترامپ، زلنسکی و پوتین کار می کند، ولی به اندیشه او گفتگوی پوتین با زلنسکی پیش از ملاقات با ترامپ سازنده نخواهد بود. یک منصبدار کاخ سفید روز شنبه گفت که دونالد ترامپ مخالف ملاقات سه جانبه نیست، اما حالا حکومت مذاکرات دو جانبه را برنامه‌ریزی می‌کند چون پوتین این گونه تقاضا کرده است.